حالا در این کتاب بهار الانوار در این جلدش دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب رو، در صفحه 84 باب 101 میبخشید باب 101، این باب اسمش هست باب کفر المخالفین و النصاب و ما یناسب ذلك. باب کفر مخالفین همه مخالفین شیعه، درست. و ناصبی هم گفتیم که به اون تعریفی که از ناصبی دارن، ناصبی یعنی سنی. در اینجا اولین روایتشی میگه من جهد امامته من عند الله عز وجل و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب. کسی که امامی رو انکار بکنه یا کسی که اعتقاد بر این داشته باشه که آن دو نفر ابوبکر و عمر در اسلام نصیبی داشتن، یعنی 1% هم مسلمان بودن، ذره ایمان داشتن، اینها چی هستن؟ کافر هستن. درست. الله به اونا نگاه نمیکنه، اونا رو تزکیه نمیکنه، در روز قیامت هم براشون عذاب دردناک است. در صفحه 85 در روایت 8 همون قضیه علم رو در اینجا دوباره ذکر میکنه که الله سبحانه و تعالی علی رو یک نشانه و علمی قرار داد بین خودش و بین خلقش. دوستان اگر نشون بدن فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا. درست. در روایت نوم چی میگه؟ علی علیه السلام باب الهدى و من خالفه کان کافرا و من انکره دخل النار. کسی که امامت علی رو انکار بکنه چی میشه؟ داخل آتش میشه. در صفحه 86 در اینجا روایتی رو میاره که کسی اگر بیاد، در اولین روایت در شروع صفحه، کسی که ولو ان عبدا دعانی منذ خلقت السماوات والارض ثم لقيني جاهدا لولایت علی صلوات الله علیه لاکببته فی السقر. اگر که بنده ای از زمان خلقت آسمان و زمین عبادت کرده باشه، بعد اومده باشه و با الله روبرو شده باشه در حالی که ولایت علی رو انکار کرده، امامت علی رو انکار کرده، این رو با صورتش کار میکنم، به آتش میاندازم. در روایت 11 چی میگه؟ سمعت ابا عبدالله یقول لو جهد امیر المؤمنین علیه السلام جمیع من فی الارض لیعذبهم الله جمیعا و ادخلهم نار. اگر امامت علی رو همه مردم در کره زمین انکار بشن، همه رو عذاب میکنه و همشون رو وارد آتش جهنم میکنه. سبحان الله. در روایت 16 سمعت ابا جعفر یقول اعداء علی هم المخلدون فی النار و قال الله و ما هم بخارجین منها. میگه دشمنان علی همه در آتش جهنم هستن و از آتش جهنم هم هیچ وقت نمیشن، خارج نمیشن. در صفحه 87 کلا فعلا ما در همون باب کفر مخالفین هستیم. درست. در اینجا میگه که محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی قال كتبت الى ابي الحسن، برای ابی الحسن نوشتم اساله عن الناسب، میپرسم در مورد نواسب که تعریفشو گفتیم قبلا. هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت و اعتقاد امامتهما؟ آیا برای امتحان کردن این یک ناسبی بیشتر از این لازم است که من اونو امتحان بکنم در این که ابوبکر و عمر رو بر علی افضلیت میدن و اعتقاد دارن که اونها خلیفه و امام مسلمین هستن بعد از پیامبر؟ یعنی من میخوام الان شما رو امتحان بکنم آقای طاهری، شما ابوبکر و عمر رو بر علی افضل میدانید؟ هیچ شک درش نیست. آیا بعد از پیامبر اونها رو جانشین پیامبر میدانید؟ دقیقاً. پس جواب امام در مورد شما چی است؟ من کان علی هذا فهو ناصب. کسی که این اعتقاد رو داشته باشه اون ناصبی است، یعنی خون شما مباح است، مال شما مباح است، خمس مالتون هم باید برای مکارم شیرازی و قزوینی و به اصطلاح جعفر سبحانی فرستاده بشه و گردنتون هم باید زده بشه، چون که شما ناصبی هستید، چون که این اعتقاد شماست. هر سنی که این اعتقاد رو داره این انسان حلال الدم هست و باید کشته بشه و جهنمی است. در روایت 19 دوباره
لا دین لمن دان به ولایت امام جاهل لیس من الله. کسی که به ولایت امام ظالمی که از طرف الله نباشه اعتقاد داشته باشه، این انسان اصلا چی است؟ دین ندارد. همچنین در این روایت بعدی در مورد کسی که به ولایت ائمه اعتقاد نداشته باشه کافر هست. در روایت 21 قال ابو عبدالله الائمه بعد نبینا 12 نجیبا مفهمون. بعد از پیامبر ما 12 امام پاک هست. من نقص منهم واحدا، کسی که یکی از اونها رو کم بکنه، او زاد فیهم یا زیاد بکنه، 14 تا بکنه 13 تا، خرج من دین الله، از دین الله خارج میشه. ولم یکن من ولایتنا علی شیء، پس این هیچ ربطی به ولایت ما نداره، یعنی هیچ اعتقادی به ولایت ما نداره. کسی یکی رو کم بکنه یا یکی رو زیاد بکنه. اینا همه نمونه هایی است که در این باب من در صفحه 88 هم فقط یک روایت دیگر هم نشون بدم. اینجا این روایت خیلی مهم هست. اهل سنتی که ابوبکر و عمر رو دوست دارن این رو ببینن. در صفحه 88 میگه که در فمن جحدنا، از امام صادق اینجا روایت کرده، ان الله تبارک و تعالی جعلنا حججه علی خلقه، الله سبحانه و تعالی ما را حجت ها بر خلق تعیین کرده. میگه فمن جحدنا کان به منزلت ابلیس فی تعنته علی الله، کسی که ما را انکار بکنه مانند ابلیس است که در اونجا چیکار کرد؟ امر خدا رو انکار کرد، عمل نکرد به دستور الله سبحانه و تعالی. حین امره بالسجود لآدم، وقتی که امر کرد که به آدم سجده بکنه. در روایت 25 در همین صفحه، در صفحه 88 در جلد 69 بهار الانوار دایره المعارف خرافات شیعه، در اینجا میگه که از امام پرسیده شد که ان لی علیک حقا الا تخبرنی عن هذین رجلین، برگردن تو حقی دارم امام که در مورد این دو مرد عن ابی بکر و عمر به من بگی که اینا حالشون چی است، در چه وضعی هستن. فقال، گفت کافران، هر دوتاشون کافرن. کافرون من احبهما، هر کیم که اونها رو دوست داشته باشه چی است؟ کافر هست.